ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت سوغد در اساس برقه تلفنی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و معلوماتنامه اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به معلومات تمام ساکنان میرساند که شروع از سال 14 تا 16 ینور در راههای نقلیاتگرد جمهوری خصوصا در راه ماشینگرد دوشنبه خوجند چناق از حساب بارشات زیاد برف یخبندی پیدایش قبت برف جمشوی برفتوده ها در احتمال بوده همچنین با وجود آمدنی تومن در نظر است. در این روزها خف فرآمدنی ترمه بیشتر می‌گردد. با مقصد سری وقت رسیدن به کمک و امداد ضرردیدگان با سپارش رهبریت کمیته حالتهای فوق‌العاده از حساب نجات دهندگان مرکز نجات‌دهی کمیته حالتهای فوق‌العاده در کیلومترهای 62 و 72 با سپارش رهبریت ریاست کمیته در ولایت سوغد از حساب نجات دهندگان دسته مخصوصی زودعمل نجات‌دهی ولایتی در وادی زرافشان در کیلومتر 81 و مرکز ناحیه عینی دیدبانگاه‌ها تأسیس داده شده شبانه روز فعالیت برده ایستادند. در نوبت خود نجات دهندگان ولایت در درجه آمادگی بلند قرار داشته به امداد ضرردیدگان و گذرانیدن عملیات‌های جستجویی و نجات‌دهی تیار میباشند. در این دوره کمیته حالتهای فوق‌العاده به توجه تمام ساکنان مملکت مخصوصا رانندگان واسطه‌های نقلیات میرساند که از احتیاط کار بگیرند و به ضرورت به راه نبرایند.